میگم اینقدر معرفت داری، من یه 2 روز چراغ خاموش از مرز پرد بیام برم تا سر 2 تا خاک جوشم سنگین کنم. آره باید برم اونجا سر خاک مادرم و عموی من برگردم. اینقدر تابلو هستم به نظرت. داشتم فکر میکردم با هواپیما بیام، اینا که نمیفهمن که. بعد میرسم همونجا دم اون چیز دیگه، همون هواپیما که پیاده میشی کلاه عینک میزنم میام دم گیت. سلام برادر. کلاه رو بده بالا ببینیم چون کش. با منی عمو؟ بله برادر. کلاه رو تقبل الله بده بالا لحظه. آسد رزی بیا یه کسخول پسر قدیر پلیس اینجاست. زنگ بزن بچه های اطلاعات بیان. آقا اطلاعات برای چیکار کردیم ما؟ کسکی چیکار کردی تو؟ عجب. صدرزی. حالا صدرزی کیه؟ صدرزی مثلا خودش بچه ملایر که همه داشتای منن که. این یه دونه مثلا مال قدیم مال امر معروف محل بود، تیکه تیکه اومد رسید به فرودگاه. الان فرودگاه ما. آقا صدرزی پدرت خوب مادرت خوب، کجا داریم ما رو میبریم؟ کجا میبریم؟ زنگ بدن رضوانی اینا بیان. رضوانی کیه؟ رضوانی خبرنگار. ای داد بیداد. آقا چی شد؟ آقا نمیشه من کلاه رو بدم پایین برگردم با هم هواپیما؟ خار کوسه مگه با آژانس اومدی؟ کجا برگردی تو؟ شامل نبید